متاسفانه موژه مصنوعی چند سالیه که خیلی باب شده. مادرای عزیز حتما این ویدیو رو برای دخترای عزیزتون بفرستین. چسب مصرفی که برای کاشت موژه استفاده میشه متاسفانه داخلش مقدار زیادی فرمالدهید هستش. الان میبینیم خیلی توی بیمارستان ها و مراکز چشم پزشکی تعداد مراجعه ها زیاد شده به خاطر وجود فرمالدهید داخل چسب موژه هستش که میتونه موارد و مشکلات چشمی رو تحریک کنه. یه خیلی از موارد دیدیم که باعث ایجاد ریزش و کم‌پشت شدن موژه ها شده و از اون بدتر کلی حساسیت و آلرژی ایجاد میکنه و بعضا باعث نابینایی میشه. زمانی که اشک چشمتون با این چسب ترکیب میشه یه سوزشی داخل چشم ایجاد میشه. دقیقاً همون زمانیه که فرمالدهید وارد چشم میشه و متاسفانه عوارض خیلی بدی رو بعدها براتون ایجاد میکنه. لطفا این موارد رو جدی بگیرید و برای زیباتر شدن چشم هاتون از روش‌های طبیعی یا سرم‌های تقویت موژه استفاده کنید. یادتون نره کپشن هم بخونید.